روزگاری. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با ریش‌های بلند جلوی در دید. به آنها گفت من شما را نمی شناسم، اما فکر می کنم گرسنه باشید. بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم. آنها پرسیدند آیا شوهرتان خانه است؟ زن گفت خیر، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته. آنها گفتند پس ما نمی توانیم وارد شویم. عصر وقتی شوهر به خانه بازگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهر گفت برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل. زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند ما با هم داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید چرا؟ یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت نام او ثروت است، و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم. زن پیش شوهر بازگشت و ماجرا را بازگو کرد. شوهر گفت چه خوب، ثروت را دعوت کنیم تا خانه من پر از ثروت شود. اما همسرش مخالفت کرد و گفت چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟ عروس خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود. مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق جلو آمد و ثروت و موفقیت هم به دنبالش آمدند. زن با تعجب پرسید شما دیگر چرا می آیید؟ پیرمردها با هم گفتند اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید بقیه نمی آمدند، ولی هر جا که عشق هست ثروت و موفقیت هم هست و هر سه وارد خانه شدن و دست و پای مرد خانه را بستن و عروس و زن خانه را گاییدن تا درس عبرتی شود برای دیگران که سه مرد غریبه را به خانهشان راه ندهند.